خب دوستان عزیز، یه کار خیلی زیبای داره قلک رو داریم اینجا. یه سنگ هرم تراش آینی و یه سنگ تراش هرم دیگه. دوستان کار باید حتما تراش خاص خودش رو داشته باشه. کار باید تراش داشته باشه. کار بکر وجود نداره. از شاخصهای کار خوب داشتن چیدمان و تراش هست. خب سنگ هرم، تراش آینی، همه تراش ها جهتش کامل رو به این سمت. یه آبگریز اینجا داریم دوستان. وقتی وارد میشید یه قلم بسیار زیبا، بسیار خوب، بسیار حرفه‌ای کار شده. کار اشکانی نیست، کار خاص دوستان. شاخصه کار جوغن مثلثی که تو کلیپ‌های بعدی حتما بهتون توضیح میدم. نیم هلالش و قلکی که دوستان دارن کارشو انجام میدن مربوط به همین مقدار است. به صدا خوب دقت کنید دوستان. سنگ نباید پوسته داشته باشه. سنگ باید قوام خاص خودشو داشته باشه. صدای پوسته با صدای پوکی قلک زمین تا آسمون فرق میکنه. قلک نباید آب شست باشه. به مسیر آب دقت کنید از کجا اومده و به کجا هدایت شده. به تراش بالای سر مقبره نگاه کنید که آب به کجا هدایت کردن. راحت ببینید. کار باید همه فاکتور لازم داشته باشه. نکته بعدی راجع به قلک ها دوستان اینه که بعضی از قلک های موجود مخصوصا تو دوره اشکانی شما با تست صدا نمیتونید تشخیص بدید که این قلکه، چون عمق سنگی که جا خورده یه چیزی بوده باشه 50 سانت. تو دوره حخام صدا میکنه. بس همین که دارید میبینید. موفق و پیروز باشید.